ادوارد هاردویک. در سایت اینترنتی ایران فیلم با افتخار تقدیم می‌کند بازگشت شرلوک هولمز. اثر سر آرثر کانان دویل. تنظیم و گسترش برای تلویزیون از جان هاکسورث. من فقیر را زیاد نبرید، کمکم کنید. حتی مردان بزرگ فقرا را زیاد نمیبرن. متشکرم آقا، شما یه نجیب زاده، یه شوالیه نجیب کامل. متشکرم، چون براستی جامم لبریز شد. شما یک نجیب زاده اید. غلام مسکین حقیق شما را دعا میکنم. شما حد و مرزی نیست. شما کم کنید. بذاری ببینم. متشکرم. بفرمید. خوشگه؟ بفرمید. شما بیا اینجا. تعارف نکنید. همراه با کلایو فرانسیس، الینور دیوید، دنیس لیل. این داستان مردی با لب کج. ولی 2 هفته پیش قرار گذاشته بودیم. بنا بود شامو با هم بخوریم. اینو امروز صبح به من گفتن، قبل از تلفن اون خانم بود. خانم؟ کدوم خانم؟ خب اسمشونو نمیدونم، ولی بعد از تلفن اون آقای هولز رفتن بیرون. در این صورت منم امشب زودتر میرم منزل. برم ببینم کیه. برو. شاید نشونه ای باشه. امیدوارم مزاحم نشده باشم. نه، به هیچ وجه مزاحم نشدید. دکتر از دیدنتون خوشحال میشن. خانم ویتنی تشریف آوردن دکتر. کیت، خیلی از دیدنت خوشحالم. Not a pleasant one, I fear, John. Thank you, Mrs. Hudson. Perhaps some tea? That would be most welcome. You must forgive me for causing so much trouble. هیچ فکر نمی‌کردم تو رو اینجا ببینم. بشین. منشیتون گفت قراره با آقای هولمز شام بخوریم. پس رفته بودی مطب به من؟ فکر می‌کردم شما اونجایی. آقای هولمز همونطور که می‌بینی بدون هیچ نشانه‌ای غیبش زده. در این صورت من نباید با مشکلاتم شما رو زحمت بدم. آقای هولمز هر چند وقت یک بار غیبش میزنه. البته جای نگرانی نیست، این عادت همیشگیشه. خب برای چی میخواستی منو ببینی؟ اگه مریضی نباید این همه راهو تا اینجا میامدی. من مریض نیستم، موضوع آیزاست. خب میتونم بیام منزل ببینمش؟ اون نیست، خونه نیست. پس اونم بدون هیچ نشانه این غیبش زده؟ گفتم شاید بتونین کمکم کنین. حدس میزنم چیزی که به این کار وادارش کرده اعتیادشه. حدستون درسته. ولی قبلا هم این کار کرده بود، نیست؟ چرا این بار انقدر نگرانی؟ معمولا این عمل زشت محدود به یه روز بود. صبح میرفت بیرون و شب رنگ پرید و بی حال برمیگشت.
و این دفعه 48 ساعته که هیچ خبری ازش ندارم. هیچ فکر میکنی کجا میتونه باشه؟ شاید An establishment called the Bar of Gold. در کوچه آپر سواندام. گمونم اونجا باشه. ولی جرأت نمی کنم تنها برم اونجا. نه یک خانم محترم حتی 100 مایل اون کوچه هم نباید بره، مخصوصا تنها. شما با من میاین؟ نه آخه من بهتره من تنها برم. شما میری خونه و اگر شوهر جایی باشه که فکر میکنی هست، تضمین میکنم 2 ساعته برش گردونم پیش تو. گرچه نمیدونم در چه وضعیتی ممکنه باشه. چایتون دکتر؟ معذرت میخوام خانم هابسون، من چای نمیخوام، دارم میرم بیرون. ولی خانم ویتنی چای میل. اگر آقای هولز برگشتن چی باید بهشون بگم؟ بگید بدون هیچ نشانه غیبم زده. لطفاً کوچه آپر سواندام. بعضی وقتا فکر میکنم آیا مردم هیچ وقت بزرگ میشن؟ یا همیشه بچه باقی میمونن؟ شما هم اینطور فکر میکنی خانم هدسن؟ نه خیر خانم ویتنی، من فکر نمی کنم، بلکه مطمئنم. همیشه هم انتظار دارن ما تر و خشکشون کنیم. ولی اینا فقط در حد یه حرفه. همینجا منتظرم بمون. نه متشکرم، نیامدم بمونم. یکی از دوستان من اینجاست. من میخوام با آقای آیزا ویتنی صحبت کنم. آیزا، خدای من، واتسون، ساعت چنده؟ نزدیک 11. چه روزیه؟ جمعه 19. فکر میکردم 4 شنبه. آره
روز چهارشنبه است. تو میخوای منو بترسونی؟ همسرت 2 روز منتظره که تو برگرد خونه. 2 روز؟ چی میگی؟ چند ساعتی ممکنه 3-4 تا که بکشم همه چی یادم میره، روز و ساعت و همه چی. یه درشکه بیرون منتظره و تو الان میای خونه. باید بیام. اگر به من علاقه مندی همینطور به همسرت. بیچاره کی. بیا بریم. بیا. باید پول بدم حساب اینجا بده کنم. پول میدی که خودتو نابود کنی؟ من میدم. فقط از این محل شوم برو بیرون. بلکن دستو بکش. هولمز تو این خراب شده چه میکنی؟ منم مثل تو اینجا یک کاری دارم. بیرون درشکه منتظرته. آره. پس آیزه رو باهاش بفرست خونه. اون بیحالتر از اونه که بتونه پیاده تا منزل بره. 5 دقیقه دیگه میبینمت. ایشونو برسونید به این آدرس. هولمز به موقع اومدم؟ واقعا از دیدنت اونجا یکه خوردم. فکر کردی اعتیاد رو هم به نقطه ضعف‌های دیگه ای که دارم اضافه کردم؟ فقط گفتم از دیدنت یکه خوردم. منم از دیدن تو همینطور. من دنبال یک دوست میگشتم. من دنبال یک دشمن. یه دشمن؟ اگر اونجا میشناختنم زندگیم شاید 1 ساعت هم دوام نمی‌آورد. جان! من در وسط یک تحقیق بسیار جالبم. امیدوارم از آشغالی اونجا نکشیده باشی هولمز. فقط به مقداری که همرنگ جماعت بشن. من دارم میرم لی در ایالت کنت. تو هم میای؟ البته. به نظرم دیگه خطری نیست. ممکن افسر رو بگیری؟ ما دقیقا کجا داریم میریم؟ سروستان. ویلای قشنگه نزدیک کلی. ممکنه بپرسم برای چی داریم میریم اونجا؟ اونم نیمه شب جمعه ماه مارس؟ چون تو دوست قابل اعتماد من و وقایع نویس وفاداری هستی و من به هر دو نیاز دارم. جریان از این قراره. چند سال پیش شخصی به لیکنت آمد به اسم نویل سینت کلر. یک ویلای بزرگ خرید. سروستانو. و 1 سال بعد با دختر یک کاسب محلی ازدواج کرد. در حال حاضر 2 تا بچه کوچک دارن. او در چند شرکت بزرگ سهم داره. هر روز صبح به شهر میره و هر شب با قطار 5 و 14 دقیقه از خیابان کنان برمیگرده. آدم معتدلیه. یک شوهر خوب، پدری مهربان و محبوب همه کسانی که میشناسنش. بدهیاش تا اونجایی که میدونیم 88 پوند و 2 شلینگه، در حالی که 220 پوند در حساب بانک کاپیتال و کاونتیش سپرده داره. بنابراین دلیلی نداره که فکر بکنیم مشکل مالی بهش فشار آورده باشه. هر چیزی ممکنه. اصلا یه شکی تو صدات میبینم که هیچ اعتباری بهت نمیده. حتما خانم سنت کلر آمده پیش تو گفته شوهرشون دقیقاً شده. مثل این که داره شیوع پیدا میکنه. غیب شدن رو میگه. واتسون چی شده؟
حالت تسلیم تو رو در برابر جهان فانی نادیده میگیرم و ادامه میدم. ادامه بده. روز دوشنبه سنکلر طبق معمول میره شهر، اما پیش از رفتن قول میده یک جعبه لگو برای بچه‌هاش بخره و بیاره. جعبه‌های درست شنیدی واتسون. بعد از رفتن آقای سنکلر تلگرامی برای خانم سنکلر میاد که بسته با ارزشی براش به شرکت کشتیرانی آبردین رسیده. خانم تصمیم میگیره بره شهر، بسته‌شو بگیره، نهار بخوره و مقداری هم خرید بکنه. تصادفاً سر از کوچه اپر سواندان رو میاره، همان کوچه بدنامی که هر دومون اونجا بودیم واتسون. و در همین موقع اتفاق کاملا عجیبی رخ میده. بچه‌ها ولش کنید، برین کنار. ول کنین بابا، چی میخوان از شما؟ چیکار دارید؟ برین کنار، ولش کنید، برین کنار یالا، برین. نویل! یا! در باز کنین. کجا میرین؟ میرم بالا. هیچ کس بالا نیست. شوهرمو دیدم از پنجره دست تکون میداد. نه، هیچ کس بالا نیست. خودم دیدم، من شوهرمو میشناسم. اون اینجا چی کار میکنه؟ There is nobody upstairs. They threw her out. They did. Blackguards. The Malay. مالی و لاسکار که صاحبان اون محل فسادن از سارقین سابقه دار و جنایتکارها و قاتلای حرفه‌ای هستند. اون وقت آزاد می‌گردن؟ پشت ساختمان یک رودخانه است. حتی یک دریچه هم برای انداختن اجساد داره. چرا پلیس این تبهکارا رو دستگیر نمی‌کنه؟ پلیس لندن فقط دنبال چلاق‌هاست. چلاق‌ها؟ چیزای دیگه هم هست که بهت بگم، ولی فعلا رسیدیم. متشکرم. آقای هولمز؟ چه خبر؟ خانم سنکلر، فکر میکردم خواب هستیم. یه همچین موقعی نمیشه خوابید. ایشون دوست و همکار من دکتر واتسون هستن که لطف کردن در این تحقیق به من کمک کنن. آقای هولمز راجع به شما به من گفتن. از دیدنتون خوشحالم. جسارت کردم از دکتر واتسون خواهش کردم شب و اینجا بمونم. یه خورده غذای سرد آماده کردم، بفرمایین. شما جای من بشینین. نه امکان نه. واتسون، خانم سنکلر زن بسیار جدی هستن. رد کردن پیشنهادشون کار خطرناکیه. متشکرم. خب آقای هولمز، پیش از غذا خوردن میخوام یکی دو تا سوال ساده بکنم که در مقابل جواب ساده‌ام انتظار دارم. حتما خانم. آیا شما قلباً اعتقاد دارید نویل زنده است؟ رک بگین، من عصبی نیستم، ضعفم نمی کنم. پس رک میگم. نه، زنده نیست. فکر میکنین اون مرده؟ همینطوره. به قتل رسیده؟ اینو نمیدونم. احتمال داره. اون چه روزی کشته شده؟ روز دوشنبه. پس برای نامه‌ای که من امروز جمعه ازش دریافت کردم چه توضیحی دارین؟
خانم سانکلر، ممکنه یه لطفی به من بکنی؟ با کمال میل. من جریان رو تا این لحظه برای دکتر واتسون تعریف کردم که شما رو به اون ساختمان راه ندادن. ممکنه بگید بعدش چطور شد؟ برای اطلاع دکتر واتسون؟ همینطور من میخوام حقایق رو مجددا بررسی کنم. البته اگر زیاد خسته نیستید. حتما. باید بدونین که من کسی نیستم که به آسونی بشه از یه ساختمون بیرونش کرد. رفتم از پلیس کمک گرفتم. از 2 پاسبان و بازرس برد استریت. و بعد برگشتید به ساختمان؟ بله. فاصله بین این 2 مراجعه چقدر بود؟ حدود 20 دقیقه. وقتی ما برگشتیم در بسته نبود. گرچه من مطمئنم وقتی من از اونجا اومدم بیرون لاسکار در رو بست. میخوام اتاقای بالاتون رو ببینم. تو هیچ کس اونجا نیست. هر حال نمیتونی جلومو بگیری. شما همینجا باشید. ایران فیلم. شوهرم تو این اتاق بود. بازم بهتون میگم هیچ کس اینجا نیست. میشه اون اتاقم ببینیم؟ نباید این آقا نگرانتون کنه خانم سینکلر. ایشون یکی از دوستای قدیمی کلانتریه. میدونی بازرس به گفته W.S. گیلبرت از پلیس خیلی متصور نیست. آقای بون یک گدای حرفه‌ای هستن. نه گدا نه، یه کاسب درستکار. این شخص اینجا زندگی میکنه؟ بله. شما که گفتین هیچ کس اینجا نیست؟ خانم یه گدا که کسی نیست. اگر تیغ من بزنن خون من در نمی آید. شکسپیر آقای بون، این یکی رو میشناسم، قبلا هم برام گفتی. آقای بازرس؟ روده تایمز خانم سینکلر. و یه پنجره بزرگ. خانم سینکلر، یک پنجره و یک رودخانه نزدیک به هم خود به خود به معنای یک جنایت نیست. شما 1 ساعت گذشته اینجا بودید؟ بله. کس دیگه هم بود؟ افسوس نه، من همچنان بی تنها بودم. تنیسن ورس بازی راست. شوهرم اینجا ایستاده بود، من دیدمش. ولی هیچ مدرکی وجود نداره که نشون بده ایشون اینجا بودن. یه جعبه لیگو آقای بازرس. خب که چی؟ شوهرم امروز صبح رفت شهر و قرار بود برای تولد دختر کوچولومون یه جعبه لیگو بخره و بیاد. خب صحیح. این مال شما آقایون نیست؟ نه حتما یکی جا گذاشته. اینه لباسای شوهرم آقای بازرس. میخواین جزئیاتشو براتون شرح بدم تا مطمئن بشین؟ اسم خیاط شوهر من اسناده. مارکش نگاه کنید تا مطمئن بشین. اون موقع بود که بازرس برد استریت حرفای منو باور کرد. بازرس و افرادش تمام ساختمان رو گشتن و یه لکه خون لبه پنجره دیدن. بعدم مالایی لاسکار و بونو گشتن اما چیزی پیدا نکردن. نتونستم پالتو شوهرمو تو اون خونه پیدا کنن.
پالتوشونو؟ البته بعداً اونو تو رودخانه پیدا کردن. با پایین رفتن آب. خیلی سنگینه قربان. به همین دلیل رفته پایین. $421 بود. 270 نیم پنی تو هر جیب پالتو ریخته شده بوده. خب نتیجه گیری چیه واتسون؟ حرفتون رو بزنین دکتر واتسون. من این 1 هفته گذشته رو در بدترین شرایط گذروندم. فکر کنم قاتل باید بونه گدا باشه. آخه چه کسی میتونه به این همه پول خورد دسترسی داشته باشه؟ پلیس هم به همین نتیجه رسیده بوده. اونا بونو بازداشت کردن و در حال حاضر در کلانتری تحت نظره. با وجود این شوهر من هنوز زنده است. خب لازمه یک بار دیگه متن نامه رو بررسی کنیم. اجازه میدید برای دکتر واتسون بخونم؟ خواهش میکنم. عزیزم هیچ وحشت نکن. اشتباه بزرگی رخ داده که رفع آن ممکن است کمی وقت بگیرد. لطفاً صبور باش. نویل با مداد روی صفحه سفید یک کتاب نوشته شده با قطع وزیری. در گریفسن توسط آدمی با دست کثیف پست شده. این خط شوهر شماست؟ نخیر. ولی این یکی هست. بدون تردید. شوهرم وقتی عجله داره اونطور می‌نویسه. به هر حال هر کس پاکت و چسبونده اگر اشتباه نکرده باشم تنباکو می‌جویده. البته خیلی جزئیه واتسون، ولی هیچ چیز مهمتر از این جزئیات نیست. خانم سنکلر یه ضمیمم داشته؟ انگشتر شوهرمه. خانم سنکلر شوهرتون هیچ وقت از کوچه آپرسوندام چیزی به شما نگفته؟ هرگز. مثل اینکه دکتر واتسون میخواست سوالی ازتون بکنه. مطرح کردنش برام بسیار مشکله. خانم سنکلر آیا شما نشانه از اعتیاد در شوهرتون ندیدید؟ اون همیشه کاملا طبیعی بود. گرچه باید اعتراف کنم من این علائم رو نمیشناسم. اونا چی هست؟ بله، بیحالی و سستی، نداشتن انرژی، عدم تصمیم گیری، روی هم رفته یه حالت بی‌تفاوتی. دکتر واتسون در مورد افراد معتاد تخصص داره خانم. نه باید بگم شوهر من اعتیاد نداره. یعنی شوهرم به مواد مخدر معتاد نیست. آقای هولمز، میدونم که شما فکر میکنین شوهر من مرده. میدونم که ممکنه اون نامه روز دوشنبه نوشته شده باشه ولی امروز پستش کردن. من شرایطی که شرح داده شد و به نتیجه قطعی میرسه که شوهرم به قتل رسیده میدونم، ولی با این حال میدونم که شوهرم زنده است. چنان رابطه عمیقی بین ما هست که هر بلایی سرش بیاد من میفهمم. کمک کنیم پیداش کنم.
واتسون اگر نویل سنکلر زنده و سالمه چرا نمیاد خونه و حقایق رو نمیگه؟ شاید برای اینکه زنده و سالم نیست. این نامه چی؟ میشه هر وقتی نوشته شده باشه، شاید هم به اکرا، حتی میتونه یه تقلب ماهرانه باشه. انگشتاشتی؟ راحت در بردن، مخصوصا اگر نویل مرده باشه. درسته. حالا با این فرض که نویل سنکلر مرده، چطور با مرگ روبرو شده؟ واضحه که به قتل به دستی کی؟ پلیس فکر میکنه اون یارو بونه. منم هیچ دلیلی نمیبینم با پلیس مخالفت کنم، جز این که چی؟ میگه اون چلاقه؟ آره. معلولیت اون تا چه اندازه است؟ چی؟ فقط یه خورده میلک. تجربه پزشکی من میگه وقتی عضو ضعیف میشه نیروی فوق‌العاده‌ای در یه عضو دیگه به وجود میاد. متقاعد نشدی؟ این آدم یه گدای حرفه‌ایه. توی شهر مشهوره. تو شهر همه دوستش دارن. من بارها دیدمش. اون استعداد قابل ملاحظه‌ای در حاضر جوابی داره که باعث علاقه میشه. آدم بیازاری به نظر میاد. بنابراین پلیس چرا به جای لاسکار اونو بازداشت کرده؟ این سوالیه که من از بازرس بیرد استریت کردم. من بیگناهم. ظاهرا قتلی اتفاق افتاده و تحقیقات نشون میده که بون باید قاتل باشه. اینا لباسای نویل سینکلره. چرا لاسکار رو به عنوان یک مظنون حذف کردی؟ چون خانم سینکلر شوهرش رو در پنجره بالایی دیده، میره به طرف 2 طبقه پایینتر و با لاسکار روبرو میشه. در حالی که لاسکار و دستیارش خانم سینکلر رو از ساختمان دور میکردن، دعوا در طبقه بالا ادامه داشته و همونطور که میدونیم به مرگ نویل سینکلر انجام. یک هدیه در 21 سالگی. معلومه خیلی بهش علاقه داشتی. کاملا سالمه. انگیزه قتل سینکلر چی بوده؟ اینو باید فهمید. اثری از مواد مخدر نیست. میشه دزدی باشه؟ نه. کیف سینکلر تو جیبش بود. پولاش هم دست نخورده. برای سکه های تو جیب پالتو چه توضیحی دارید؟ نمیتونم جوابی بدم آقای هولمز. بذارید ببینم. بون سینکلر رو میکشه. لباس های رویی رو در میاره به امید اینکه اونها را به پول نقد نزدیک کنه. جسد رو بلند میکنه و به اون ور اتاق میبره. به زور از پنجره میندازه پایین و در نتیجه خراشیدگی لبه پنجره خونی میشه. اونو میندازه پایین و آب میکشتش به زیر. وسط این فعالیت ها اون سر و صدای پایین رو که خانم سینکلر میخواد به زور بیاد تو میشنوه. یک لحظه هم نمیاد. حتما لباس رو انداخته. با پالتو شروع کرده. فوراً متوجه شده که روی آب میمونه و پایین نمیده. پس چی کار میکنه؟ میدوه اون طرف اتاق، جایی که پولهایی رو که از گدایی به دست آورده پنهان کرده و تمام سکه‌هایی رو که به دستش میاد تو جیب‌های پالتوش میذاره و بعد میندازتش توی آب. و شاید اگر شما و افرادتون نرسیده بودید با بقیه هم همین کارو میکرد. اون بقیه لباس ها رو با امید اینکه دیده نشن پشت پرده پنهان میکنه. و اگر خانم سینکلر اونقدر اصرار نمیکرد دیدم نمیشد. بازرس، هر نقشه‌ای در اون محل فساد ریخته شده، من نمیتونم فکر کنم که لاسکار یه جوری درش دخالت نداشته باشه. اون روز تصمیم داشتم توقیفش کنم. الان 2 نفره میفرستم اونجا. نه بازرس، با اجازه شما ممکنه یه حیله دیگر رو پیشنهاد بکنم؟ البته. بذارید من با احتیاط و به طور ناشناس برم به اون محل فساد. اون وقت میتونیم به اون چی که میخوایم برسیم. خب چی فهمیدی؟ هیچ.
هیچی. به هر حال من مطمئنم همشون واقعیت رو میگن. اما هنوز طرح جامعی نمیبینم. تو طرحی میبینی واتسون؟ نه، منم طرحی نمیبینم، ولی زنی رو میبینم که علیرغم تمام شرایط عینی هنوز باور داره که شوهرش زنده است و تو بارها به من و همه گفتی که احساسات یک زن ممکنه از یک تحلیل عقلانی با ارزشتر باشه. ولی اگر زنده است پس کجاست؟ هیچ نمیدونم، ولی یه تقاضای فوری دارم. الان ساعت از 4 صبحم گذشته، میتونم بخوابم؟ البته. متشکرم. واتسون ساعت چنده؟ صبح شد. من فقط 2 ساعت خوابیدم. ممکنه یه لطف خیلی بزرگ به من بکنی و ببینیم میتونی از خواب بلند بشی یا نه؟ به نظرم دلیل خوبی داری. حالا یک مسافرتو داری؟ البته، ولی باید صبح به این زودی باشه. نظری دارم که میخوام آزمایش بکنم. زندگی کسی در خطره؟ قطعاً نه. نمیشد این نظریه رو یه خورده دیرتر آزمایش کنی؟ 5 دقیقه دیگه پایین منتظرت هستم. 5 دقیقه؟ وای. برو اندرسون. سکوت تو موهبت بزرگی واتسون. تو هم صحبت بی‌نظیری هستی. واتسون، تو در مقابل یکی از احمق‌ترین آدم‌های دنیا هستی. مبالغه می‌کنی. حقش بردن پرتم کنن چرین کراس. برای این کار من حاضر آمادم. کلید رو به دست آوردن واتسون. اینجاست، تو این کیف سفری. صبح بخیر آقایون. واتسون، اعتراف میکنم من مثل یه موش کور بودم، ولی دیر آموختن بهتر از هرگز نیاموختن است. باز است؟
من برای اون گداه بون اومدم. اون تو سلول از من چه کاری ساخته است؟ دلم میخواد ببینمش. ممکنه خواب باشه. بیشتر مردم ممکنه خواب باشن بازرس. بسیار خواب بسیار خواب. ممکنه از این طرف بفرمایید کیفتون رو بذارید تو دفتر. نه باید همراهم باشه. کلید تو کیفه. دست کثیفیه. کثافت. خودشو نمیشوره؟ میگه شستشو مقاومت آدمو کم میکنه. خوابه. چندان زیبا نیست. بازرس ممکنه لطفاً در سلول آهسته و بی سر و صدا باز کنی؟ آقایون اجازه بدید معرفی کنم. آقای نوی سنکلر مقیم لی در ایالت کنت. خدای بزرگ. درسته. علی ممکنه بفرمایید اتهام من چیه؟ اتهام شما اینه که آقای نویل سنکلر رو سربنیز کردید. یعنی خودم رو سربنیز کردم؟ من 27 سالی که در اداره پلیسم همچین چیزی ندیده بودم. ولی چون آشکاره که جنایتی صورت نگرفته من برخلاف قانون بازداشت هستم. نیروی من به قدر نیروی 10 تن است، زیرا قلبی پاک دارم. آلفرد لورد تنیس. شما به خانمتون دروغ گفتید آقای سنکلر. این یعنی پاکی؟ بگذارید بدانند که من زندان را تحمل کردم، حتی اعدام را، ولی راز رقت انگیزم را برای همسر و فرزندانم فاش نکردم. ولی حالا فاش شد آقای سنکلر.
بله همینطوره. پدرم مدیر مدرسه‌ای در چسترفیلد بود. من تحصیلات خوبی کردم، سفر رفتم، بازیگر شدم و عاقبت به خبرنگاری روزنامه‌ای در لندن پرداختم. یه روز سردبیرمون خواست یک مجموعه مقاله درباره گدایی در مرکز شهر نوشته بشه و من داوطلب این کار شدم. و شما یک گدا شدید؟ بله. و با تجربه بازیگریتون موفق شدید نقش گدا رو با مهارت بازی کنید. بله بله دقیقاً. صورتمو طوری گریم کردم که خیلی قابل ترحم به نظر بیام و با اون شکلی که دیدید در اومدم. لبمو با کمک یه تیکه خمیر رنگ پوست پیچوندم، بعد با یه کلاگیس مشکی و لباس مناسب در شلوغ‌ترین بخش شهر، ظاهراً به عنوان کبریت فروش ولی در واقع یک گدا مشغول به کار شدم. و کارتون گرفت؟ بله. در یک روز 26 شلینگ و 4 پنی به دست آوردم. مقاله هامو برای روزنامه نوشتم و سردبیر خیلی خوشش اومد و من هم موضوع رو فراموش کردم تا یه روز که یک صفحه 25 پوندی که برای دوستم پشت نویسی کرده بودم به دستم رسید. دوستم صفحه رو به اجرا گذاشته بود. خب چی کار میتونستم بکنم؟ یک باره فکری به نظرم رسید. یه مرخصی 15 روزه از کارفرمام گرفتم و در شهر مشغول گدایی شدم تا اینکه در ظرف 10 روز 25 پوند به دست آوردم و تونستم بدهیمو بپردازم. اینطوری بود که به این کار علاقه‌مند شدم. اون موقع از روزنامه چقدر گیرتون می اومد؟ هفته‌ای 2 پوند. خیلی کمتر از گدایی. در ظرف چند سال گذشته به طور متوسط اقلا سالی 700 پوند به دست آوردم. ولی این درآمد یک نجیب زاده. آروم باش بیر استریت. به نظرم شایسته است که بگیم که آقای سنکلر یک گدای معمولی نیستن. مردم از یک گدا انتظار ندارن که مرتب از شکسپیر، دیکنز و کتاب مقدس یا آخرین ترانه های محبوب براشون اشراف زاده در میان گدایان. نه، من چنین امتیازی رو ادعا نمی کنم، ولی همونطور که بازرس متذکر شدن من درآمد یک نجیب زاده رو داشتم. بنابراین زندگی یک نجیب زاده رو ادامه دادم و ویلایی در کنت خریدم. بعد با زنی مهربان و محترم ازدواج کردم. من هر روز صبح به سر کارم در شهر می رفتم. حتما در این موقع با لاسکار رابطه پیدا کردید؟ بله، من اجاره خوبی بابت اتاق طبقه بالاش بهش میدادم و اون راز منو حفظ میکرد. ولی با اینکه بین دزدا افتاده بودم شرافتمو حفظ کردم. من هر روز صبح به صورت یک گدای پس در میمدم و هر شب یک نجیب زاده واقعی میشدم. حالا راجع به اون دوشنبه بگید. کار روزانم تمام شده بود. داشتم توی اتاق لباسمو میپوشیدم که سر و صدایی شنیدم. از پنجره بیرون رو نگاه کردم و با کمال حیرت و وحشت همسرمو توی خیابون دیدم که چشماشو به من دوخته بود. نویل! دویدم لاسکار رو پیدا کنم. نباید بذاری بیاد تو. میگم هیچ کس اون بالا نیست. نه، ممکنه با پلیس برگرده. بهشون میگم هیچ کس اون بالا نیست. بگو آقای بون اون بالاست. آقای بون یه مستاجره، حق داره اون بالا باشه. یک بار دیگه بونه گدا شدم. بعد فکر کردم که ممکنه اتاقو بگردن و لباسام منو لو بده. سکه هامو از توی کیف چرمیم ریخته بودم توی جیبای پالتوم که برم، ولی با دیدن همسرم مجبور شدم پالتومو از پنجره بندازم پایین. تصمیم داشتم بقیه لباسامو از پنجره پرت کنم پایین که پلیس در رسید. بقیه‌رم که میدونید. لب پنجره اثر خون دیدم. بله، چون عجله داشتم پنجره رو باز کنم دستم بریده شد. یه خراش کوچیکه، چیز مهمی نیست.
و به این ترتیب من بازداشت شدم به اتهام این که خودم رو کشتم. و همسرتون رو دوچار دلواپسی کردید؟ نه، براش نامه نوشتم و دادید لاسکار پستش کنه؟ بله. اما به دستش نرسید. دیروز رسید. شاید داده به یکی از مشتریای ملوانش. هرگز خودم رو بابت رنجی که به همسرم تحمیل کردم نخواهم بخشید. میتونم برم پیشش؟ به شرطی که یه چیزو به ما قول بدی آقای سینکلر. قول میدم که دیگه هیوبونی نباید وجود داشته باشه. به هر چیزی که یک انسان میتونه اعتقاد داشته باشه سوگند میخورم. بدرود بونه عزیز. فرشتگان برای آرامش تو سرود میخوانند. ویلیام شکسپیر. جهت دانلود فیلم های بیشتر به سایت ایران فیلم مراجعه نمایید.